یوخستلمنت که همچون یادگاری جنگ ملت‌ها معروف است، یک یادگاری مهم تاریخی شهر لیپزیگ می باشد. این یادگاری جنگ لیپزیگ که از 16 تا 19 اکتبر سال 1813 در دوره جنگ‌های ناپلئون صورت گرفت ساخته شده است. این یکی از بزرگترین و خونین‌ترین نبردها در تاریخ اروپا بود که در آن بیش از 500 سرباز از ملت‌های گوناگون شرکت داشتند. در نتیجه ناپلئون بوناپارت شکست خورد و در جنگ ضد امپرای فرانسه نقطه گردش گردید. خود مجسمه یک ساختار عجیب است که در بلندی تقریبا 91 متر ایستاده. آن یکی از بزرگترین یادگاری‌های اروپا میباشد. آن از جانب معمار برونو شمیتز طراحی شده سال 1913 یک عصر پس از جنگ به اتمام رسید. در مجسمه تالار مرکزی با مجسمه عظیم گذاشته شده است که در آن سیمای آلمان رمز ملت است. مهمانان ویلخشماخل می توانند به بالای هیکل یادگاری برآمده در آنجا منظره پانورامی لیپزیگ و گرد و اطراف آن را تماشا کنند. در این مجسمه همچون نمایشگاه موجود است که کانتکست تاریخی را درباره جنگ لیپزیگ و اهمیت آن پیشنهاد می کند.